سلام و درود دوستان. علی خوش اومدید به تحلیل روزنامه. کندل هفتگیمون دیروز بست. ما حدود رست شدن میبندیم. کندل بعدی 6 روز افتاده سر دیگه. شده بالا شده پایین حتی صعودی بود. شده بالا یکم برامون جبران کرد و امید هست که این هفته بریم بالا. این هفتگی مقدارش مشخص. RSI هفتگیمون که روی 67 اگه بره 75 خیلی خوب میشه، میتونه استقبال محدوده رو بزنه. میتونیم بگیم صعودمون نزدیکه. بریم تو چارت روزانه. کندل دیروز خوب بود، کندل درست مزخرف بود ولی دیروزی ها خوب بود. امیدوارم بیان بالا. SMA صعودی این داره رنج میزنه حدودی و RSI هم اومدیم 66 اگه بیاخوان کشیش ولی اگه دوباره میریم بالا حتی خیلی خوب میشه. 4 ساعته هفت مورد صعود زده موازین پایین و یه عقیده رو میخوندم دیروز که میگفت اکثر روندها تو هفت موج تموم میشه و کم پیش میاد 9 موج رو بزنیم و امیدوارم که حداقل واقعا اینجا 9 موج رو بزنیم مثلا قیمت بتونه تا 124 بره، وگرنه از اینجا بریم نسبت نظرم خیلی میشه، چون تو هفتگی هم همونه که میگه 7 موج رو زدیم. همون عقیده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حتی این موضوع که 1 2 3 4 5 6 7 اینجوری حساب کرده بود و اون گفت اینه تو بهترین حالت یه 8 یه 9 میزنیم مثلا کنیم 220,000 نه که تحلیل جالبی. حالا ببینیم که میشه. ایشالله که میشه. این توی یک ساعت همون بعد از 2 روز و 9 ساعت که RSI تو یک ساعت تو منفی بود، بالاخره 2 روز و بیشتر 11 ساعت RSI تو منفی بود رفت تو مثبت. خوب اومد بالا بمونه. امروز هم کندلمون مثبت میشه، مثبت خوب و قیمت وارد یک فاز اصلاحی شد. صعود بود، اینجا یه استراحت کرد، موضوع اینجا کف حساب نمیشه، اینجا کف پایین کف بالاتر همون داره کف بالاتر سقف پایینتر زد، یک کف پایینتر زد و یک سقف بالاتر. اگه اصلاح کنیم یک کف بالاتر بزنه احتمال اینکه برگردیم اینجا خیلی خوب میشه. حالا اینکه بشونیمش یا نه باید ببینیم تو تایمش چطور میشه. 15 دقیقه که اینجا یه اینگال فود دادیم که اینجا یه پیلوار دادیم که به شندل نهنگی زدیم و رفتیم. کندل تو یک ساعت میخوش از 5,000 این هم وبسایت اوربوک. این بالا 1000 واحد بالاتر از قیمت فعلی، حجم بیشتر خوابیده تا 1000 واحد پایین‌تر، یعنی یکم تو بالای قیمتی که میخوام بریم فروشنده به زیادی خوابیده و یه ذره اذیت میشه اگه بخواد بره و حجم کمی بخواد وارد بازار شه. خب بریم سراغ توتال. خطوطی که راست کرده بیاریم بریم توی ساعتش. توی ساعت توتال بین این دو محدوده است. این هم میتونم بردارم بین این کف و این سقف آخرشه. RSIش هم مثبته تا ساعتم نظریت هم همونه. روزانه اگه این سقف رو بشکنیم تا این سقف احتمالاً بریم یا این سقف رو خیلی اختلاف نداره دو تا کارت بعدی می‌بینیم. اگه بیت بره بالا نرم که هیچ بلنس داره
توتال 2. راسته حدودا حرکتش خیلی کمتر نیست که بگیم آلفا دارم خیلی عملی. دامیننس تیتر اومد پایین، دامیننس بیت. بعد اینجا که یه اسپاکی نزولی زدیم، یه کانال نزولی افتادیم توی صعود، کف سقف و باز کف بالاتر سقف بالاتر سقف پایینتر. الان بین اون سقف پایینتر و سقف بالاتر گیر کرده و اوکیه، یعنی تو مثلا نریزه خوبه اگه مثلا اینجا باید. البته آلت کوین ها میمیرن ولی مهم از نظر انفی. حجم هم که تو این حرکات اصلاحی قشنگ تو نزولاش حجممون هی زیاد میشد، تو صعوداش حجممون کم، حجم کلا با صعودمون فرق بود. یه تیکه این آخر داره حجم بازار میگیره تو صعود که امیدوارم این حجم رو حالا بریم تو این داره کنده. واقعا حجم تو کندیم صعودیه، چون مثلا یک ساعته که مثلا نگاه میکنیم مثلا اینجا اینجوریه که کنده رو نزولی حجم زیاد بازار وارد فروش شده، مثلا میاد همین پایین میبینیم حجم زیاد کجا خورده، شارپ حجم شد توی کنده صعودی ها، اینجا توی کنده صعودی خورده این کنده درست نزولی داره برش از سیاده، ولی میبینیم اینجا شارپ حجم تو صعود، مثلا اینجا میبینی صعود خواهی که نگاه کنی، بعدش یه این گات دادیم رفتیم بعد این ستا عزیزمونم دوباره دارن رنج میشن. اینجا رنج شدن و بعدش هرکه صعودی کردیم اینجا دوباره رنج بشه، اگه این نیاد پایین وارد نزولمون نکنه و دیای مثبت بره ADX مون رو به بالا بشکنه و روند صعودی شروع شه، اینجا رنج بمونه و این خطوط نزدیک هم جالب میشه. تو بیت کوین هم که قشنگ کف پایین اینجوری تایگر جوری کف بالاتر سقف کف بالاتر، یعنی این هایرهای بود، این لوور های بود، هایرهایی نوشتم هایر لو. اینجا یه لوور لو زدیم و اینجا یه هایر لو هایر های. ما از این سطح رد شدیم، یه خطوط هم دیگه پاک کنیم، ازش گذر کردیم. این بمونه به عنوان که قیمت اگه برگرده یعنی دیگه نخواسته سقف بالاتر رو تثبیت بده و دوباره احتمالی که برگرده اینجا زیاده، این بالا تثبیت بده احتمالی یه 2 سال دیگه زیاد. خدا نگهدار تا فردا.